قبل از اینکه شروع کنیم یه سوال. اگه امروز همه پولت از بین بره فکر میکنی دوباره بتونی از صفر شروع کنی؟ بیشتر آدما میگن نه چون باهوش نیستن یا اینکه تنبلن، فقط چون سالهاست یه سری اشتباه رو هر روز تکرار میکنن. اشتباهایی که اولش خیلی کوچیک به نظر میان ولی چند سال بعد میفهمی همه چیز از همون تصمیمای کوچیک شروع شده. تو ویدیوی قبل گفتیم مشکل اصلی کم بودن درآمد نیست، مشکل طرز فکر اشتباه درباره پوله و امروز میخوام 7 اشتباهی رو بهت بگم که اگه همین الان جلوشون رو نگیری ممکنه چند سال بعد آرزوی امروزت فقط یه حسرت باشه. اولین اشتباه اینه که فکر میکنی درآمد بیشتر یعنی ثروت بیشتر. اما چند نفر رو میشناسی که درآمدشون خوبه ولی آخر ماه بازم هیچی براشون نمیمونه؟ مشکل درآمد نیست، مشکل اینه که با هر افزایش درآمد خرجامون هم بیشتر میشه. این اسمش تورم سبک زندگیه. هرچی بیشتر در میاری بیشتر خرج میکنی و آخرش بازم از صفر شروع میکنی. راهکار یه قانون ساده است. از هر پولی که دستت میاد اول حداقل 10% رو کنار بذار، نه برای خرج یا خرید، برای ساختن دارایی. بعد با بقیه پولت زندگی کن. شاید اولش سخت باشه ولی چند سال بعد از خودت تشکر میکنی. اما یه اشتباه دیگه هم هست که حتی اگه این کارا رو انجام بدی باز میتونه جلوی ثروتمند شدن تو بگیره. اشتباه دوم اینه که همیشه منتظر زمان مناسب میمونی. میگی از ماه بعد شروع میکنم، وقتی حقوقم بیشتر شد، وقتی قرضام تموم شد، وقتی اوضاع بهتر شد. اما کی گفته اون روز حتما از راه میرسه؟ بیشتر آدما سالها منتظر یه فرصت ایدئال میمونن و آخرش میبینن فقط سنشون بیشتر شده. حقیقت اینه ثروتمندا وقتی همه چیز عالیه شروع نمیکنن، با همون چیزی که دارن شروع میکنن. راهکار منتظر پول زیاد نباش، منتظر شرایط عالی هم نباش. همین امروز یه قدم کوچیک بردار، یه کتاب بخون، یه مهارت یاد بگیری، یه سرمایه گذاری کوچیک انجام بده. مهم نیست قدمت چقدر کوچیکه، مهم اینه که از همین امروز حرکت کنی. بزرگترین اشتباه از دست دادن پول نیست، از دست دادن زمانه. و اشتباه بعدی تقریبا همه ما هر روز انجامش میدیم. اشتباه سوم خرج کردن برای تحت تاثیر قرار دادن بقیه است. یه سوال: آخرین باری که یه چیزی خریدی فقط چون بقیه داشتنش کی بوده؟ ماشین، گوشی، لباس یا حتی یه ساعت گرون. واقعیت اینه بیشتر خریدایی که انجام میدیم از روی نیاز نیست، از روی مقایسه است. و بدتر از همه اون آدمایی که میخوان تحت تاثیرشون قرار بدی. شاید یه هفته بعد دیگه حتی یادشون نباشه چی خریدی، ولی قسطش ممکنه چند سال همراهت بمونه. راهکار چیه؟ قبل از هر خرید فقط یه سوال از خودت بپرس: این خرید دارایی منه یا فقط یه خرجه؟ اگه فقط برای پوز دادن بیخیالش شو. همین یه سوال جلوی کلی تصمیم اشتباه رو میگیره. اما اشتباه بعدی اونقدر آروم اتفاق میفته که بیشتر آدما اصلا متوجهش نمیشن. اشتباه چهارم: فکر میکنی برای ثروتمند شدن باید همه چیزو بلد باشی. برای همین هیچ وقت شروع نمیکنی. یه دوره دیگه، یه کتاب دیگه، یه ویدیوی دیگه و باز شروع از فردا. اسم این یاد گرفتن نیست، فرار کردنه. حقیقت اینه بیشتر آدمای موفق وقتی شروع کردن همه جوابا رو نمیدونستن ولی تو مسیر یاد گرفتن. راهکار قانون 80%. وقتی 80% مطمئنی شروع کن، اون 20% باقی مونده تو مسیر یاد گرفته میشه. چون هیچ کس با فکر کردن ثروتمند نشده. آدما با عمل کردن نتیجه گرفتن. ولی اشتباه پنجم یه اشتباهیه که اگه انجامش بدی ممکنه سالها زحمتت هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه. اشتباه پنجم فقط یک منبع درآمد داری. یه لحظه فکر کن اگه فردا شغلتو از دست بدی چند ماه میتونی زندگیتو بچرخونی؟ اگه جوابت کمتر از 3 ماهه یعنی یه مشکل جدی داری. بیشتر آدما تمام زندگیشون رو روی یه ستون ساختن، همون حقوق آخر ماه، و اگه اون ستون بریزه همه چیز میریزه. ثروتمندا به یه درآمد قانع نیستن، اونا چند تا جریان درآمد میسازن.
راهکار چیه؟ لازم نیست از فردا یه شرکت بزنی، فقط یه مهارت یاد بگیر که بتونه برات درآمد دوم بسازه. فریلنسری، فروش محصول، تولید محتوا یا هر مهارت دیگه‌ای که حتی وقتی خوابیدی بتونه برات پول بسازه. شاید اولش درآمدش کم باشه، ولی یه روز همون درآمد کوچیک بزرگترین نقطه قوتت میشه. اما اشتباه ششم از همه اینا خطرناکتره، چون بیشتر مردم حتی قبولش هم ندارن. اشتباه ششم از دست دادن زمانه. نه، منظورم وقت تلف کردن توی این اینستاگرام نیست. منظورم اینه هر روز به خودت میگی فردا شروع میکنم، فردا پس انداز میکنم، فردا سرمایه گذاری میکنم، فردا یه مهارت یاد میگیرم، ولی اون فردا هیچ وقت نمیاد. حقیقت تلخه، زمان تنها چیزیه که نمیتونی دوباره بخری. پول از دست بره میتونی دوباره درش بیاری، ولی یه سالی که گذشت دیگه بر نمیگرده. راهکار قانون 24 ساعته. هر تصمیم مهمی که گرفتی تا 24 ساعت آینده یه قدم براش بردار، هر چقدر هم کوچیک. ثبت نام کن، یه صفحه یادداشت باز کن، یه کتاب سفارش بده یا حتی فقط 10 دقیقه براش وقت بذار. مهم اینه که ذهنت بفهمه تو اهل عمل کردنی، نه فقط فکر کردن. و حالا میرسیم به آخرین اشتباهی که بیشتر آدما وقتی میفهمنش دیگه خیلی دیر شده. اشتباه هفتم، فکر میکنی ثروتمند شدن به شانس ربط داره. میگی اون پارتی داشت، اون خوش شانس بود، اون از یه خانواده پولدار اومده. شاید بعضیا واقعا خوش شانس باشن، ولی اگه همه چیز فقط شانس بود، چرا هر سال آدمای جدیدی از صفر ثروتمند میشن؟ فرقشون شانس نیست، فرقشون تصمیماییه که هر روز میگیرن. راهکار اینه که از امروز به جای این که زندگی بقیه رو نگاه کنی، روی بهتر شدن خودت تمرکز کن. هر روز فقط 1% بهتر شو، یه مهارت جدید، یه کتاب جدید، یه تصمیم درست. همین تغییرهای کوچیک بعد از چند سال نتیجه های بزرگی میسازن. اگه تا اینجای ویدیو حداقل یکی از این 7 اشتباه رو توی خودت دیدی، نگران نباش. مهم این نیست که تا امروز چه اشتباهی کردی، مهم اینه که از امروز دیگه تکرارش نکنی. ولی یه سوال، اگه این 7 اشتباه باعث فقیر موندن خیلی از آدما نیست، پس دلیل اصلیش چیه؟ جواب توی ذهنمونه. ثروتمند شدن یه اتفاق نیست، یه عادته. هیچ کس با یه تصمیم ثروتمند نمیشه، همونطور که هیچ کس هم با یه اشتباه فقیر نمیشه. همه چیز از تصمیم‌های کوچکی شروع میشه که هر روز میگیری. از امروز فقط یکی از این 7 اشتباه رو حذف کن. همین. لازم نیست زندگی تو یه شب عوض کنی، فقط از امروز یه تصمیم بهتر بگیر. شاید چند سال بعد به همین روز برگردی و بفهمی همه چیز از همین تصمیم کوچیک شروع شد. و یه خبر، ویدیوی بعدی به نظر من مهمتر از این ویدیوه، چون قراره درباره یه چیزی حرف بزنیم که حتی اگه درآمدت زیاد باشه، حتی اگه این 7 اشتباه رو هم انجام ندی، باز میتونه نذاره ثروتمند بشی. اون چیز باورهاییه که از بچگی توی ذهنت کاشته شده. اگه نمیخوای تمام عمر برای پول کار کنی، ویدیوی بعدی رو به هیچ وجه از دست نده.